محبت در دلم جایی نباشد زندگی بی تو محبت در دلم جایی محبت وقتی خندانی کلی؟ آی کلی لبن خاله جان آی زربکی آش تیار شد یا نه؟ تیار شد خاله جان تیار شد نقص کرده خاله جان لبن برای برنج رو انداختن کمی بروقتر است من یک سری قدم به دکتر رفته جواب تشخیصایم رو گرفته بیارم وای دکتر زنگ زده گفت که حتما بیایید سلامتیتون خوب است که دکتر گفت بیایید ها شکر خاله جان سلامتی هم بد نیست کن یک سری قدم روم چی؟ مایلش زود برمیگردم مایلش روید مایلش زود برمیگردم مایلش خوب اکشو من رو میشناسی همانم فقط عاشقم فقط بیقرارم من رو میشناسی همانم فقط عاشقم فقط بیقرارم آمده دخترم آمدم و چجور نرس کردی جونیو چه من رو میشناسی جونیو چه زود رفته لباس باید رو ایواز کنم بیرین چورا شسته بیار با دیگه اندازه بی دیر نشود آنا مانا نگفته دادرکت از دوبای رسیده می آید حاضرکت تلفن کرد که رسیده می آید جونیو چه کلی نتون در کدام گور است که کاروباری خونه رو ما میکنیم و چه جونیو چه وای حامیله دارم گفته روزی درست انا همین خیر خواب میکند انا همین خیر اما کلی گرفتیم که کمی دم بیغم زنی رو خیو چه اون خیر نمیشه کلین زربکی آش را تیار کرد و برای گرفتن جواب تشخیص‌هایش رفت آنیس بیروزی میرم یگان جا چپه میشد او چه ای وای کرگوریز شما از کارهای خانه میگریزد وقتی سردختور تلفن کرده گفته است که حتما بیاید بیچاره دست و پایش وزین مزهش نیست آخه ایو چه تو رو خوش رو نگی وای اسبرین با قوه هیچ بلایش نمیزند فهمیدی انا که اون کاربار خونه رو خدا کردنگی من رفتم برنج رو انداخته الان که دادرکش رسیده مامان خاله سلطان بلو السلام علیکم ناز هستی سلامت هستی شما نقص هستی سلامت خوب هست تشکر چی انگورها هم پخته رسیدن شما قاسم جان مرحمت شما دیگر ناز هستی راستی که گمان کردم که بختیار جان رسیده آمده است تلفن کرده گفتن که همین ساعت ها میرسن باید از کجا باید؟ از دوبای باید بیاید آخه نباشد من این مدعا آمدم میدونید خاله سلطان بلو بازی من در مرکز پیشگیری ویروس نوراسوری مسمومیت آدم در مرکز نوحیه کار کرده ایستادم چی کار کرده ایستاده؟ به حیث والنتیور مانتیور؟ نه صد شکری خدا که در محله ما دایم ما برق هست 24 ساعت ما برق داریم خدای سلطنت از برق تماما ترکیسی نمیکشیم سلام شما ما رو نفهمیده چی؟ من مانتیور نه والنتیور والنتیور چی؟ مقصد اینجا شد ایو چه جان شما بیمالو چیزنگه اما کم با شما همه چیزا میمانم در مرکز نوحیه ما برای پیشگیری ویروس نوراسوری مسمومیت آدم یعنی ویچستی اتاق دوستانک شده شده این مرکز برای پیشگیری و تبابت مهاجران مهنتی و سوداگرانی که به خارج کشور سفر میکنند شده است فهمیدم در مورد تشخیص تبابت همه رایگان است ویروس نوراسوری مسمومیت آدم به سه راه میگذرد یکم با راه سوزاندارو دوم با راه علاقه جنسی سوم با واسطه خون یعنی که با واسطه زن حامله هنگام تولید یا هنگام سینماکانی از مادری سیرای گرفته با کودک اینو راههای پیشگیری کسلی چگونه باشد انجام؟ راههای پیشگیری کسلی یعنی عوض نکردن همخوابه خود همسر خود و استفاده بردن از رفوله ها و استفاده نبودن از سوزان داروها یعنی که سوزان دارو یک رته برای یک کس خدا نشان ندهد قاسم جان در اولاد ما این خیلی کسلی هم نیستن
اما خدا جون نباشد، یک باشد. روزگار خوش آمدید اوچه جون من یک سری قدم در بزرگ کار دارم وزیر زود در مایلش میاد جونی، اوچه. مایلش. آماده استید مایلش چی نکوسی جون دخترتان قدرت شده است. یک پیاله چای میخوریم من در این کتابچه همش نویسنده شده بود. انا من خانه حتما همه چیز رو میفهمید. لیکن یک التماس. همین که پسرتان آمد گوید که حتما اومده از تشخیص بگیرد. یک چای میخوریم کوسیم جون میشود. باشم تیار میشود چای آش شما رو یک برنه 100 بار خوردم. خوش آمدید نصیب کند میبینید. همین که کارهای رو به انجام رساندید یک سری قدم در آش میخوریم نصیب باشد. من روز همسایه ها رو فهمونم. خوش آمدید مایلش. خوش آمدید فراموش نکنید. مایلش آفتاب زده ای در تهکی آلوچمه خط آمده امروزی از کربچمه اوچا جو جانی اوچا چرا شدم؟ جانی نه سلامتی خوب اوچا جو سلامتیتون خوب نرز رسیده آمده جانی اوچا اوچا این چی هم؟ ها اما که قاسمت اومده بود ها، اما در که باره قاسم. فیلم کدام کسل نقل کردند و همین کتابچه را ماندند و رفتن قریب که فراموش کنم گفت که اگر بختیار آمد حتما به جای کار ما برای تشخیص بیارد البته اوچا جان اوچا جان من شما رو بسیار پزمون شدم مانا پزمون شدم جانی اوچا مانا پزمون شدم ای جانی اوچا جان برایتان کرتواری پیش رو توفه آوردم ای جانی اوچا مهم سلامتی توست هیچ همین گم که نی، صاف و اوچا جان، سلامت هیچ گم آمدی نی. این برای من توفه قیمت بهاست جانی هیچ اوچا گرمی اوچا جان هیچ گرمی ها اوچا جان کلین در کجاست نمی نماید کسل کنستم نه از معاینه طبی گذشته بودم چی خیلی برای گرفتن جواب تشخیص هایش رفتن حاضر میایم فهمانه تیبی ها نصیب باشد فرزند دار میشوه جانی آجا اوچا جان فرزند دار میشوه جانی اوچا آجا جان مبارک شما اوچا جان مبارک شما بختیار لبه جان اوچا جان رفته لباس هایت روی بس کن البته من حاضر اشرو میکشم من جانی اوچا آجا جان مایلش نه خدایا این چی شرمندگی از کجا ناممکن است ناممکن ای خدا جون از کجا اینا گریه نکنید خواهش میکنم مرحمت شینید خب هنگام تشخیص معلوم گشت که در خون شما ویروسی نورسایی مسئولیت آدم یعنی ویچ سپید پیدا شده است از کجا نمیدونم خودتان را ملامت نکنید خواهش میکنم این برای طفلی در بطنتان بوده ضرر دارد شما نمیدونید که این کسل از کجا به شما گذشته است نمیدونید خب شما در قید ما میمونید لیکن این سر رو با کسی نگویید فهمو در ما طبابت میگیرید طبابت در ما رایگان است لیکن هنگام تولید فرزند حتما با ما خبر میدید دیگه زیستن نمیخوام آروم شوید خواهر جان. آروم شوید خب حتما با ما خبر میدید یا با سردکتری همون تولدخانه داروی بیماری ویش سپید بودنتون آگاه کنید اگر آگاه نکنید هنگام تولید این کسل به طفل شما نیز میگذرد خب این زمان طبابت این بیماری رو پورا دریافت نکردن لیکن داروهای کشف شدن که تعداد ویروس ها رو در خون شما به حد اقل محدود میکند یا انکشاف یافتن نمیماند در این صورت شما میتوانید زندگی مقرری داشته باشید و فرزندان سالم تولید کنید فهمو ما نیز این سیر رو به کسی نمیگوییم لیکن باید شوهرتان حتما از تشخیص ویروس نورسایی مسئولیت آدم گذرد فهمو او چی خیل دکتر جان من خیر چی خیل اگر
اگر من به شوهرم گویم که رفته از تشخیص گذاریم او حیران شده حتما سبب تشخیص رو از من میپرسد من با او چی جواب میگویم دکتر اگر وی فهمد که من با بیماری ویچسپی دوچارم گرفتارم میدارید در سرم سنگی ملامت میریزد دکتر نمیتونم گفتم هیچ کار نمیکنه شما نترسید شینید برای تحقیر و لطوکو مخصوص قراری حکومت جمهوری برآمده است که این گونه شخصان را به جوابگری جنایی میکشند طبق ماده 13 قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقاومت با ویروس نورسایی مسمومیت آدم برای بیماری پیدا شده نورسایی مسمومیت تبعیض یعنی دیسکریمیناسیون در اساس من است که جوابگری دارد فهمو تو شوهرت رو نقص فهمو باید شما رو نقص فهمد شاید این کسل سرچشمه‌اش از شوهرتون باشد چون که بیشتر پیدایش این کسل در مهاجران مهنتی در مهاجران و بیزنسمن هایی که به خارج کشور میروند و برمیگردند پیدا میشود و از بی‌مسئولیتی بعضی آنها این کسل به اهل و عائله آنها میگذارد شاید دکتر جون شاید خب انا این تلفن باوری اتاق دوستانه اگر یمون کمک لازم شد حتما به ما زنگ زنید خوش آمدید رفتیم من دوروها رو به شما میدهم گیره نه همش نرد میشه لبه جان oş çıkır bu. ها اوش خیلی هم بلازد درگو چون این اوشی بلازد رو نخورده بودم اپجان میدونی چی؟ oş رو من خودم تیار کردم. نخواد اپجان بله. پنج پنجه ای من. هنر. کلین رو نیز آشپزی رو من یاد دادم. آفرین اپجان آفرین ای دادر جان. لبه اپجان کانی برای من چی توف آوردی؟ نشون دیو. برای شما بازی اپجان بازی انا اپجان انا گنام شو از اون شما چخیر نه. انا اینش رو برای کلی ینگه اتون خریدم نخور. ای کلین رو صدقه چونین لباس کنن. این رو من خودم کرده کردم. با این گناه و گشوار میپوشم با بیرون برآمدم. یک دو همه رو در حیرت میمونم دادر جان اپا جان شوهرتون در مهاجرت خیلی چی؟ با کیلو پول جمع میکنه زن از این هم زیباترش رو بفرستد اپا جان نبینی؟ دختری گل بری مرچویانی من اوچا جان به همه چیز ارزنده بله لیکن افسوس که وقتش آمد نمی بله کند اوچا جان بله وقت برایش میخندید و فرزنددار میشد عالم گلستان میشد ای او چزیق نشا آسیون بناوت گفتم انا مانا نکرده یک و یک بارا میبینی که دوگان یک تولید کرده او چجا این نبیره شما ای کاش آرزوهایت رو یگان ملائکه ها میگوید صاحب فرزند شوی آخر از ره پایی نبیره کوک چشمانم کم راست گفتی او چجا راست شوهرکت صحب و سلامت آمد مبارک شود تبریک بسو شما چی شد که؟ شما چی شد؟ گفزن آخر چی شد؟ چی گفت
شو کلین؟ گبزن. وای از خورسندگی گریه میکنن. آپا جان. این شادی است. آپا جان. چی از پاش و قواقت برف و بارون میریزد کلین؟ دکترها چی گفتن؟ ها گبزن آخه چی شد گبزن؟ با من هیچ چیز نشده است. از سر راهم دور شد. دور شد. چپوشه تو چرا با شهرت اینقدر دقلانه معامله میکنی؟ با جای اون که از سری راهش بر اومده او رو به آغوش گیرد و از رخسارهایش بوسه کند خدا را شکر گویی که ساق سلامت برگشته است از سری راه دور شو میبر تو از اول مناسبی دادن من نبودی لیکن بختت آمد کرد بختت خیش و زلزله چی زلزله؟ شاید یگان درد دارم یا دختران یگان گاب گفتند آخه باید به خربی فرزند تولید شود بفهمی فرزند زورش نکنید مانت کمی گریه کنه سبب بشود اوچا جان از اول زورش کرده انکون ارکش کرده زلزله اون که کودکش رو تولید کند دخترم. آنا باید میبینیم که خر بر این زین زده سوارتون میشود این مطلی خلق است که میگوید زلزله. عروس ده عروسیت جلوش کشیدن لازم بود کردور نشو جانی اوچا چی؟ اگر لازم شود من خودم جلوش رو کشیده در جایش میشینم گبزن شما کردور این رفته بینو چه چی کشیدن بختیار جان چی گپ شده؟ نخو از کجا این کسان آمد از من آهسته تر همه همسایه ها رو خواتیر کرده گفته چی گپ شده بسید؟ نگیرم چرا نظر میمردونه بختیار؟ ایوچه بختیار گناه ندارد بختیار هیچ گناه ندارد همین کنگوزا که وای جانی گویش را برآورد و سری بختیاری ما باشد انکنون گلنگ شو او برای چی گپ شده است که من نمیفهمم ای حضور همه چیز رو میفهمونم تشخیص گذارانیده حقیقتی حال را با من او چی گپ شد کلین؟ کمی گپ زنه؟ همش معلوم در وقتی نبودن من با دیگر من عشق ورزی کرده کسانش رو به این گذارنده از باز نشرمیده گناه را با سری من بار کردنیم من این کارو بختیار جان او چی گپ شده است که آرام بس کنم دمت را یکی وزی با تو من رزه کردم به پرتای ما ای روشن کردن دیگر زندگانی برای معنای ندارد یعنی آرام کم فهمانید من فهمم چی گپ شده است ای بختیار جان گپ زن آخیه اپا و مادرم راست نگفتن که راست. تو راست لایقی من نبودی نبودم. اکنون هیچ وقت نبودم. گپشان اثبات شد راست آرام اثبات کم شد گپ زنه جانی و چوخیر من فهمم چی گپ شده است اوچا جان چی؟ کلینتون به خونه ما کسل را آورده است و باز با شرمیده گناه را همراهی دخترش بسری من بار کردنیم چی خیر کسا؟ ای روشن تر گپ زن دادر جان آخی چی خیل کسل چی شده است آخی کلینتون ها کلینتون با کسلی چی؟ سلی چی؟ کسلی چی؟ زبانم نمیگرده ای گپ زن دادر آخی چی گپ شده است آخی روشن تر گپ زن من با کسلی ویچ سپید گرفتار شده چی گپ شده است؟ دست و شکایتان را در دستتون کشید میدونید این کسل خطرناکترین کسل در عرصه جهانی است تا حال یگان دولت راه خلاصی از این بیماری رو نیافته است و چه میفهمی یا توبه عروس و دکتر و سریس اوچه طرفش نرو که این کسل از کسلی کرونا هم خطرناکتر است اوچه روز به شما نگذرد ای بختیار جان بختیار کستر رفته کلین را در آخر جای کن تو که همه جا رو زرزیر نکنه کستر نه بختیار جان برده به خانه پدر مادرش منو جوابش رو داده بیا زود بختیار جان زود باشه اینجا بیا بختیار حاضر من بس یس زن میزنم بس یس حاضر کجا شد؟
که بوده همه جا رو دیزینفکسیا کنم لعنتیه همه جا رو نزید میکنم اوچه کنی نباشد اوچه همه با بیموری ویرسپید گرفتار میشه میمخی میفهمی حاضر بس سیاس میزنم سیاس شما ایستا اول دودرتون رو دیزینفکسیا کنید. چی؟ بله. چی؟ کنی تلفن رو با من ده؟ بسیار این کسل ها از خارج کشور به ما وارد میشوند. گفتی دکتر شاید این کسل از بختیار با من گذشته باشد. چی کامله کنی لعنتی؟ من خدا ندارم که سطویی سیاد سلامت لعنتیه اوکی دکتر گفت که آمده اهل و علتون از تشخیص گذرد. تشخیص برای ما رایگان است. بله حتما گفتن از تشخیص گذرید. چی؟ برای بعضی رایگان؟ رایگان بوده است یعنی به پول ها؟ از پشت شالی پیرمک آب خوردن؟ راست از پشت تو شیرن؟ تشخیص و توابت برای ما به پول بوده است؟ تهمت نکنید از ما گناه ندارم. چم راست میگوید که سردی تدی کسه نیم کسه ای است که تبابت و تشخیص به پول رایگان حاضر نزد دکتر در اومدن زمان میدونی چی؟ 10 سومانی نزد چینیاشو نمیگویی نزد چینیاش اینجا سومانی تبابتش رو اوچه جان گپ نیست از دلار نخون میکنم بعضی دکترها میفهمی دکتر که دیگر رنگ و رویت را نبینم اولادی ما را تو شرمنده کردی بس کنه دیگر داخل شنیدن این گپ ها رو ندارم شل میکنه سردی راستش رو گو این کسل را از کجا پیدا کردی؟ کجا آمدی کسل از کجا میشدم از شما نماشته علاقه جنسی دروغ نگو نمیدونم با چجور سردیه من خدا ندارم سطوهای سیحت و سلامتم بلایت نمیزند تو من نزد بختیار این را برده در آقل جای کن مثل سبا بردانش را جدای کن حاضر من پدر مادرش را رفته جگ زده وضعیت را میفهمم حالا جان خواهش میکنم با پدر و مادرم هیچ چیز نگوید که خود دل کف شده میمونم چی؟ ما دل کف شده نمردیم کو؟ یا دلی ما سنگ است؟ پژدارو دیگر در این خانه یک لحظه شکل و شمایلت رو نبینم پژدارو گم کن من نمیدونم این کسل از کجا در من گذشته است نمیدونم هم نفهمیده ای یک کمتر به نزد دکتر رفت میدونی چی اوچه هر زنها و هر گونه کسل ها روبرو میشوند و ما را نیست به تاثیر نمیموند این کسل مادری همه گونه کسلی هاست اوچه یا این کسلیتان رو از این خانه گرفته میبرید یا من از این خانه تماما برآمده میروم اوچه این کسل عموما که تبابت ندارد از این خانه برید بختیار جان زود اون را گرفته به خانه پدر و مادرش بردمان فرزندی باز نشو فکر نکن وای هم زرازی شدگی وای هم زرازی شدگی این کسل با اشتای گپ یک زدن دروغ نگوی را خوردن ولی سلام کردن نمیگذارد دروغ نگوی این را کی گفت؟ دکتر جانکت دکتر جانکت برای دلی تو را گرم کردن گفته است وای توی ساده را یافتو کسلش را در تو گذرانیدو من اکنون میخواهد که دامنت را با چهار مغز پک تو من نداری من در آیله ایستانی باید رسیدم دست از این خانه لعنتیه دیدن نمیخواهم من به هیچ کجا نمیروم چی؟ نه نمیروم بهترش مرا همراهی طفلی در بدنم بوده چیکار میکنی؟ هر دویمون رو جسدمون رو از این خانه برآورید چیکار میکنی بس کن سردیه من
شما چیکار کرده ایستاده؟ خدای سلطنت بانو این چی حال است؟ نخود شما دیده ای دانسته به سر کلیم فشار آورید. شوهر جان این راهی خلاصی نیست. هیچ کس سالم بودن خود را کفالت دادن نمیتواند. دکتر به تو فهماند رفته اهل ولایت رو گرفته اومده از تشخیص گذرند. گفتم اکا جون با من گوش نمیکنه. شما دیر کردید. ما خواطر شدیم برای همین سر دکتر مرا فرستاد که اومده شما را برای ترکیب از تشخیص بدهد. آخر چلین هم در خاندان فرزندتون رفته یک جایه از تشخیص دکتر میگذره. وقتی ها رفتید. مرحمت گذارید. وزیر من سر دکتر رو جیدم بشید. سلام. مرحمت شینید. شینید. خوش. فراموش نسازید که شخصی که دارای ویروسی نارسایی مسئولیت آدم بوده را اگر تحقیر میکند به جوابگاری جنایی کشیده می شود. فهمو؟ خوش. شمسیدین و سلطنت بانو خاله جان شما 100% درست هستید. یگان ویروس شما را تهدید نمیکنه. تبریک. رفیق سر دکتر بله؟ من حیرانم که از کجا و چی خیلی همسر من مبتلای این گونه ویروس گردیده است. این زن تو تمام وجودش کسل. خیز دخترم خیز دختر با کسلی به دوای این موری رفی به تو نگذرد ها؟ تحقیر نکنید خاله جان. من تحقیر نمیکنم. عجیبش این که دختری شما نیز زلزله بانو دارای این کسل است. چی؟ دختری من هم نیست سرایت یافته است. وای من نکنید خاله جان. وای داد مادر جان من چیکار میکنم؟ وای من نکنید شینید. ایوچا جان من نگفتم که این کسل زود سیرایت میکند. لعنت به آن روزه که با این قدم این بی‌حیا به خانه مادر آمد. خاله جان شینیش میکنم. تحقیر نکنید شینید. من چیکار میکنم؟ ما باید این رو معاین کنیم که دختری شما چه مبتلای این ویروس گردیده است. خواهر جان مرحمت یک لحظه با من بیایید. خب درست اگر فکر کنید که آیا در خانه باره با سوزانداروی یک کرته همراه اپای داماد استفاده بوده اید یا نه؟ با فکرم نه سراسی من نشده. نقص فکر کنید چون که برای گیره این گیره رو کشودن گیره این کسل رو با ما کمک میرسوند. شما نقص فکر کنید. یادم اومد بله باری در خانه بغیر از من و زلزله پای شوهرم کسی نبود. خوش نخست سرم چرخ زد و به زمین افتادم و هوش اومدم که بالای سرم زلزله. او مرا مجبور کرده ایستاده است که برای پرقوت شدن بدنم و دارویی که نوکر به خودش گذرانیده بود قسمی مانده او را باقی ماندهش را به من گذراند. بله یادم اومد. خوش نفر کنید. من از اول راضی نشدم وای مرا مجبور کرد که
وای برای فوق‌العاده شدن بدنتون دیدم که حالم بسیار وزنین شده ایستاده است. راضی شدم و اون دارویی که در سیستم باقی مانده بود با من گذرانید. بله یادم آمده نمیخواد. این چند ماه پیش بود؟ چند ماه؟ و اگر خطا نکنم بله انیق 6 ماه پیش بود. 6 ماه پیش بود. بله. ای دختر جان چه اینقدر آبی چشمت رو حیف میکنی ها؟ این کلیدی خصوصیت خانه ما رو بگو گیر آتش سر دار. آرام شوید خاله جان. خواهش میکنم خاله جان تحقیر نکنید. چی؟ باز شما طرف او رو میگیری؟ ما رو گناهکار میسازید؟ من این کارو این خیلی نمیمونم. آرام شوید خاله جان. فهمیده؟ خاله جان جنگ و جنجال نکنید. در اینجا با ما معلوم گشت که در اویله شما سر زدن این بیماری از دخترتون زلزله بانو بوده است. او 1 سال پیش با جوان علاقه زیج داشته است. بعدا با او خانه‌دار می شود. اون جوان 2 سال می شود که در مرکز ویروس نورسایی مسئولیت آدم همچون سیرویت یافته در ما تبابت می گیرد. فهمو؟ این کس دامادم 2 سال باز در موجرت مهنتی بینام و نشان است. انا همون جوان یعنی دامادتون دیده و دانسته قصدن این کسا رو با دخترتون گذرانیده است. بله و دخترتون باشد با واسطه سوزانداروی 1 کرته این کسا رو با کلینتون گذرانیده است. و نگفته نموند که پسر شما هم بختیار جان نیز داروی این کسل است. چی؟ خواهش میکنم فقط وایمه نکنید. بختیار ندانسته با واسطه علاقه جنسی از زوجهش گذشته است. در ما تبوبت میگیرید. تبوبت در ما رایگان است. فقط فراموش نسازید که کسی که دیده و دانسته قصدن این کسل رو با کسی دیگر میگذراند با جوابگری جنایی کشیده شده در نزد قانون جواب میگوید. فهمو؟ خب شما الان میتوانید داروهای لازمه رو گیرید و رفته در خانه مثل پیشتر زندگیتون رو دوام دادن گیرید. حتما داروهایی که ما فرموده ایم سری وقت استفاده برید. فهمو؟ فقط ناامید نشوید. رفتیم من دارو رو با شما میگیرم. من امروز خیلی شدم که وظیفه مقدس خودم را سربلندانه اجرا کرده ایستادم. تبریک. شما را هم تبریک میکنم. آفرین بر شما نیست. یعنی کاری ما نتیجه داده است. بله بله البته. اوه مرحمت مرحمت. بیایید. مرحمت گذارید. گذشته شینید. سلامت. آفرین بر شما. خب مرحمت. از دیدارتون خیلی شادم. خوش آمدید. خب میبینم که امروزها مغز به نظر میرسید. بله دیدید کودک نیز به یگان خوف و خطر به دنیا آمده است. من بعد نیز با مسئولیت های ما عمل میکنید. فهمو؟ البته دکتر جان. میتوانم شما رو تبریک بگویم. من حس کرده ایستادم که کوشش و غیرت ما طبیبان برعکس نرفته ایستاده است. بله البته من معلوم گشته ایستاده است که طبق نشاندادهای کلینیکی و تشخیص لابراتوری در 5-6 ماه اخیر تعداد ویروس ها در خون شما به حد امکان محدود گشته ایستاده است و خطر سیرویت نمایی شما نیز به دیگران کم گشته ایستاده است. بار دیگر شما را تبریک میکنم. شما همه فقط ناامید نشوید. فهمو؟ این همه از رنج زحمت های پرمشقت شما طبیبان است که سری وقت با ما همه راه های تبابت و پیشگیری را فهمانیدید و داروهای لازمه را سری وقت با ما دادید و کسب دکتری چقدر رنج و زحمت ها چقدر صبر و تحمل را طلب میکرده است. تشکر به شما دکتر جان. با شما نیز تشکر که گفته های ما را سری وقت و داروهای
دودای ما رو سر وقت استعمال کردید با شما نیز تشکر خوش آمدید فقط ناامید نشوید بیایید رفتین من داروها رو به شما میدهم توبت کردن گیر انشالله همش خوب میشود انشالله سلامتی رو در شما دکتر جان سلامت باشید البته سلامت باشید خودتان را احتیاط کنید طبیبی هر یک شخص خودی اوست